خبر نداری که 22 مای رفرندوم شود؟ نه نوادنش مفهمیده. چی معلومات دارید درباره همین تغییرات با کنستیتوسیه؟ چی را عوض میکنن؟ با کدومش طرفدار هستید و کدومش ضد؟ حالی ما قدر بسیار معلومات نداریم از سببی که ما در اینجا هستیم. چیه که هوا میکنن ما طرفدار همون رحمت بر جناب که آباد کرده است. سلام از نام ما نام همه بچه‌های تاجیکستانی. خودت میدونی که در همین رایپورسی در کنستیتوسیه چی تغییر میکنن؟ خدا راستی نه. پوش میکنیم از همین جا آواز دهیم. خب آوازدهی میروید فکر میکنید آواز شما مهم است در این رایپورسی؟ البته مهم میشود. چند کس اینجا تاجیکان؟ همه یگان کس آواز نداده چی دروغ میگن؟ استغفرالله. و مسلمانیم ما چی دروغ میدیم؟ برای چی دروغ میگیم؟ گپ توغری چه راست گپ زنجوره. باز دروغ گویی. استغفرالله. من آواز ندادم بجای تو اونجا آواز دادگیم. چه؟ این داخل گذاشت. من 9 سال در پاسال سکو کردم همش دیدگیم. همون آوازی که میدین کو همش میگیرن دامو کاغذ آش میپزن. انشالله من میرم آوازی لیکن بخال من آوازی من با همون خیلی که گفتم مثلا دادرنی دیگ میافتاد آش میپزن. من یگانش خبر ندارم داشتم. برای چی رفرندوم؟ رفرندوم نمیدونید اون؟ نه خیلی برای چی خیلی برای برای تغییر دادن سرقانون کنستیتوسیه. یک خیلی سرقانون دارم. تغییرات لوش بسیار ده. محوری اساسیش کدوم است برای نظر خودت؟ یا شکم چی پرزنتا 30 سالگی میشه گفتن؟ خب راضی هستی؟ ابدا. در سفارت участок شده میشد آوازدهی میرید نه؟ اکا نمیریم. سفارت تو یگان کارا بود نمیکنم و یگان جو نمیریم. میستودیم من نکی و اینترساس نکردم نکی. چی تغییرات وارد میکنن با کنستیتوسیه؟ ما راست گفت خیلی کنشن کاری دولت و چیز دولت از زندگی ندارم. سوی فهم ободи باشد شید. Смысла не вижу, если решили, там уже ничего не изменишь, я так думаю. То есть ваш голос ничего не изменит? Ну да. Если бы голос решал бы, допустим, того, что творится, допустим, в Таджикистане, именно того, не было того беспредела, можно так сказать. Ну, за этого мы все здесь.